احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگار را بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد، برادران و خواهران محترم، الله همه شما را نگهبان باشد. با اذن پروردگار آسمان ها و زمین، ما درباره سبب ها، پیامد ها و درمان غفلت صحبت کرده ایستاده ایم. یکی از قوی ترین درمان غفلت و حتی بزرگترین درمان غفلت و دیگر بیماری ها تقوا می باشد. تقوا اسمی است که از ریشه اتقا گرفته شده است و از مصدر کلمه اتقا می باشد و این اسم و مصدر هر دو از واژه وقا گرفته شده است. وقایه به معنای محافظت کردن کسی از چیزهایی که به او آسیب می رسانند می باشد. معنای اصلی کلمه تقوا این است که بین خودت و آن چیزی که از آن می ترسی پرده قرار دادن می باشد. تقوای بنده از پروردگارش به این معناست که بین خودش و چیزهایی که سبب به غضب آمدن الله و به عذاب گرفتار شدن بنده می گردد پرده قرار دادن می باشد. این پرده انجام عبادت و دوری از گناه ها می باشد. ای غافل، از خواب غفلت بیدار شو. دانسته باش که یگانه راه نجات به دست آوردن تقوای پروردگار می باشد. مرد از ابو هریره پرسید: تقوا چیست؟ گفت: آیا در راه گشته ای که پر از خار باشد؟ گفت: بله. گفت: چی کار کردی؟ گفت: هرگاه خاری را می دیدم خودم را از آن دور می کردم. گفت: تقوا چنین است. واقعا تقوا چنین است. عیناً چنین شرح داده است معنای تقوا را ابو هریره. وقتی که مرد از او تقوا چیست گفته سوال کرد. شاعر می گوید: گناهان را ترک کن و به آن نزدیک نشو. از گناههای خرد و بزرگ دوری کن، مانند مردی که از یک زمین خاردار می گذرد تا مبادا به بدنت نخلند. گناههای صغیره را خرد نشمار، چون که ها هم از ریگ‌های خرد ساخته شده‌اند. طلق ابن حبیب می گوید: تقوا آن است که بنده به اطاعت و فرمانبرداری خداوند عمل نماید، بر نور از الله تعالی و امیدواری ثواب تنها از الله نماید. این چنین معصیت و گناهان را در محضر الله تعالی ترک نماید و از عذاب خداوند سخت بترسد. علی ابن ابو طالب رضی الله عنه می فرمایند: تقوا ترس از الله بوده، عمل نمودن به آنچه نازل نموده است و قناعت نمودن به کم و آمادگی به روز بازگشت می باشد. ابن سماک یکی از برادران خود را نصیحت کرده گفت: من تو را به تقوا و پرهیزگاری اللهی که از کارهای پنهان و آشکارت باخبر است توصیه می کنم. همیشه چه روزانه و چه شبانه الله را یاد کن. از الله به اندازه که به تو نزدیک است بترس. بدان که تو زیر نظر او قرار داری. تو نمی توانی از ملک او به ملک دیگری بروی و نمی توانی از سلطنت وی به سلطنت دیگری روی. پس مواظب خود باش و تقوا پیشه کن. برادران عزیز، به سخنان من گوش کنید. تقوا هدف اصلی همه هدف هاست. تقوا هدف اصلی همه هدف هاست.
مثلا هدف آفرینش بندگان عبادت است و هدف عبادت تقوا است. الله تعالی می‌فرماید و من جن و انس را نآفریده‌ام مگر برای این که مرا عبادت کنند. در آیت دیگر ای مردمان پروردگار خویش را بپرستید، آن که شما و کسانی پیش از شما را آفرید تا تقوا به دست آورید. پس تقوا هدف اصلی همه طاعت ها است و اصل تمام عبادت ها است. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما روزه داشتن فرض کرده شد چنانه که بر کسانی فرض کرده شده بود که پیش از شما بودند، تا باشد که تقوا پیشه کنید. الله تعالی می‌فرماید گوشت قربانی ها و خون آنها به الله نمی رسد، ولیکن به او از شما تقوا می رسد. به همین خاطر تقوا از دستورات الله به تمام بندگان اولین و آخرینش است و همان آنانی را که پیش از شما کتاب داده شدند و شما را نیز حکم فرمودیم که تقوا پیشه کنید. تقوا وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم به تمام امتانش بود. از ارباز ابن ساریه روایت شده است که گفت روز پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را موعظه زیبایی کرد که دلها از آن ترسیده و چشمها اشکریزان شد. پس گفتیم یا رسول الله، گویا این موعظه کسی است که وداع میکند، ما را وصیت کن. پس آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند شما را به تقوا و ترس از الله توصیه میکنم. بله، ما بسیار به تقوا نیاز داریم. برای پرره درباره تقوا صحبت کردن ما به برنامه جداگانه‌ای که شامل 30 درس باشد نیاز داریم. من به شما وعده میدهم که ان شاء الله در ماه رمضان سال آینده 30 درس جداگانه درباره تقوا داشته باشیم. اگر الله توفیقمان دهد نام این برنامه را بهترین توشه خواهیم گذاشت و توشه گیرید همان بهترین توشه تقوا است. تقوا چقدر فایده ثمره بزرگ در دنیا و آخرت دارد. صفت انسان‌های با تقوا چقدر دوست داشتنی است. یکی از بزرگترین صفت‌های انسان‌های با تقوا این است که الله آنها را دوست می‌دارد. آیا می‌فهمی؟ با الله قسم مقام بزرگی است، باور نکردنی. طبیعی است که بگویم بنده پروردگارش را دوست می‌دارد، اما وقتی می‌گویم الله بنده را دوست می‌دارد، نویسندگان خوش بیان و بلیغ هم نمی‌توانند آن را توصیف کنند. همان الله انسان‌های با تقوا را دوست می‌دارد و تقوای الله را پیشه کنید و بدانید که الله با انسان‌های با تقوا است. همراه بودن مخصوص یعنی همراه بودن حمایت، توفیق، مدد و تأیید الله تعالی با بنده. حتی تقوا یکی از وسیله‌های زیاد شدن رزق است و هر کی تقوای الله را پیشه کند الله برای او راه خلاصی پدید می‌آورد و به او از آن جایی که گمان ندارد رزق می‌دهد. در جای دیگر و تقوای الله را پیشه کنید و الله شما را می‌آمرزد. و در جای دیگر ای مؤمنان، اگر تقوای الله را پیشه کنید برای شما فیصله را پیدا کند و از شما گناهان شما را درگذرد و شما را بیامرزد و الله صاحب فضل بزرگ است. الله تعالی می‌فرماید و هر کسی که تقوای الله را پیشه کند الله برای او در کارش آسانی را پدید می آورد. الله تعالی می فرماید و اگر اهل دهه ها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند برای آنها از جانب آسمان ها و زمین برکت ها می کشادیم. آیات های زیاد دیگری نیز وجود دارد. سخنان خود را با این کلمه ها به آخر می رسانم. تمام آخرت از آن انسان های با تقوا است. از لحظه ای که انسان های با تقوا از قبر بیرون می آیند ملائکه ها آنها را با آغوش باز پیشواز می گیرند. الله می فرماید روزی که انسان‌های با تقوا را به سوی خدای رحمان مهمان آمده برانگیزیم، یعنی با احترام، با زیبایی و با بهترین شکل آنها را پیشواز می‌گیرند. در آن هنگامی که به جایگاه خود به بهشت می‌درآیند، در آنجا ملائکه ها آنها را پیشواز می‌گیرند. الله می‌فرماید و آنانی که تقوای پروردگارشان را پیشه کردند، گروه گروه به سوی بهشت روان کرده می‌شوند تا وقتی که نزدیک بهشت بیایند و دروازه‌های آن باز کرده شود و نگهبانان بهشت به آنها گویند سلام بر شما باد، خوشحال شدید، پس جاویدان به بهشت درآیید. آنگاه الله تعالی سعادت همسایگی خود را به آنان عطا می‌کند. الله می‌فرماید با درستی که انسان‌های با تقوا در بهشت‌ها و چشمسار باشند، در مجلس راستی نزدیک پادشاه توانا. الله تعالی همه ما را از جمله انسان با تقوا قرار دهد و دل‌های همه ما را از خواب غفلت توسط تقوا و پرهیزگاری بیدار کند. همان او به همه کار قادر و تواناست. سلام و درود و برکات الله بر پیامبرمان محمد و بر خانواده و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر
من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة. وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى، أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك